نصيحة. دین نصیحت است. خبر عاجل از سرزمین مبارک فلسطین به تمام امت اسلامی. امروز به افسران و سربازان مسلمان، به آنهایی که این یا آن رتبه حربی دارند، به آنهایی که سالها معاملات سلاح را آموخته اند، از تعلیم حربی گذشتند مراجعت کردنیم. شما درباره چی آرزو میکنید؟ بمباران کردن بیمارستان ممدانی در شهر غزه نه تنها جنایت علیه ساکنان غزه، بلکه جنایت علیه تمام امت اسلامی است. امروز وقتی که ای اسلام گفته ندا میکنند، کی به این فریاد جواب میدهد؟ در سرزمین ما سفارت بدبختترین ها ایستاده است و شما از او حمایه میکنید. آیا شما از بهبودی سفارت آنها نگران هستید؟ از الله بترسید، از الله بترسید. در روز قیامت شما به الله چی میگویید؟ وجود دولت یهودی در پس سیمهای تار پنهان شده نمیتواند اگر آن را حکومت‌های جاسوسی فساد زده مملکت‌های ما حمایت نکنند. کسی که قلب خالص دارد باید سر ما را برد، نه دوم آن را. با حاکمان مبارزه برید، نه با طرفداران آنها. حاکمان و رژیم‌های آنها، انا همینها باید هدف شما باشند. قرار جنگ نه در نزد در سفارتخانه‌های دشمن، بلکه در نزد شتاب گنرالی و وزارت مدافعه قبول می شود. ای مسلمانان اردن، ای مسلمانان مصر، ترکیه، پاکستان، الجزایر و دیگر کشورهای ما، به قصرهای حاکمان روید تا رژیم‌های جاسوسی آنها را سرنگون کنید. به وزارت‌های مدافعه و به بازه‌های حربی روید که در آنجا پسران ما خدمت می‌کنند که قادرند جنگ را آغاز کنند. ای مسلمانان، وجود یهودی مدتی طولانی با ما در حالت جنگ قرار دارد و به جنگ تنها با جنگ مقابلت کردن ممکن است. ارتش را تنها ارتش مغلوب کرده می تواند. زمین را تنها با خون آزاد می کنند. ای مسلمانان، گریه، فیغان و داد و فریاد را بس کنید. برای انقلاب برخیزید. جاسوس ها را از تخت آنها سرنگون کنید. قشون ها را از کازرمه ها برآورده آنها را به محاربه برای غزه، برای آزاد کردن فلسطین فرستید. ارتش ها به جنگ برای سرزمین معراج پیامبر صلی الله علیه و سلم. ای الله، به ما مردان را بده که بگویند ما آماده ایم تا مرگ برای اقصا بجنگیم. آنگاه جنگ حقیقی آغاز می شود و ما به بی‌عدالتی، غم و اندوه خاتمه می دهیم. راه پیروزی، بزرگی و برتریت را برای امت اسلامی می کشاییم و اسلام را عالی می کنیم. الله متعال در قرآن فرموده است اوست که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاده است تا آن را بر همه ادیان پیروز گرداند، هرچند مشرکان ناخشنود باشند. اسلام یا با دستان شما پیروز می شود و یا با دستان مسلمانان دیگر. شتاب کنید که اولین شده به او کمک کنید، وگرنه الله برای این مردم دیگر را می آورد که آنها را الله دوستشان می دارد و آنها نیز او را دوست می دارند. تماشابینان گرامی، اگر خواهید که نوارهای ما زود و بردوام برآیند، پس زیر کردن تکمچه لایک را فراموش نکنید. البته در شبکه ما ابونه شوید و ویدیوهای ما را به دیگران برسانید، زیرا رساننده مثل عمل کننده صاحب مکافات می گردد.